تارا، خودرویی که میخواد ثابت کنه دیگه خبری از طراحی‌های قدیمی نیست. نمای جلوی تارا با چراغ‌های کشیده و جلو پنجره بزرگ حس یک ماشین لوکس رو منتقل میکنه. حتی از بعضی رقبا مثل دنا ساده‌تر و مدرن‌تر به نظر میاد. زیر کاپوت موتور 1.6 لیتری قرار گرفته با حدود 113 اسب بخار قدرت. شاید خیلی پرشتاب نباشه، اما برای استفاده شهری و سفرهای خانوادگی کاملا جواب میده. این خودرو در دو نوع گیربکس دستی و اتوماتیک تولید میشه. داخل کابین نمایشگر لمسی 7 اینچی، فرمان برقی و طراحی نسبتا مینیمال به چشم میاد. فضای صندوق جادار و مناسب سفر یکی از نکات مثبت این خودرو محسوب میشه. از نظر ایمنی هم وجود ایربگ ها، سیستم کنترل پایداری الکتریکی یا همان ESP، ترمز ABS و بدنه تقویت شده باعث شده تارا در مقایسه با نسل‌های قدیمی‌تر ایران خودرو یک قدم جلوتر باشه. در کل تارا رو میشه ترکیبی از طراحی بروز و امکانات پایه دونست که میخواد نگاه خریداران را از پژو و سمند قدیمی به سمت خودش بکشونه.